و میگن امی پیسه تا به فقیر بدی، لیکن ده حج چی میکنی؟ حج امینجاست. شاعرام امی ترکت زمزمه کرده و امی گپ گفته که دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیادی خلیل آذر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردن، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران حج چی میگه؟ از هزاران کعبه یک دل بهتر است. این گپ غلط است، این گپ نادرست است، این گپ الحاد است. اگر این گپ درست می بود الله متعال برای ما فرمان میداد که یک دل به دست بیاری، خلاص ضرورت بر رفتن حج، کشیدن تکالیف و مشقت، مصرف و خرج کردن پولیتان و این قدر وقت و زمان در اونجا ضایع کردن هیچ مفهومی نداره. اما دشمنای اسلام به انواع گوناگون حملات سر اسلام داره. بعضی را در لباس دین اغوا میکنه، بعضی را در لباس دین اعتراض میکنه. به اینمی قسم به این فکر هستن که البته به این گپای ما خوب معرفی میشیم، معلومات کافی از دین نداره، خبر نداره که حج فریضه و رکن اسلام است. بدون انجام دادن این رکن اسلام تکمیل نمیشه. از امو خاطر در مورد رفتن حج بسا سوالات خیلی زیاده در پیش یک تعداد مردمی که فلسفی رقم است، عقلیات خیلی زیاد مقدم شمرده و زیر تاثیر فلسفه های غربی رفته، در نظام غرب زندگی کرده. پس میگه رفتن حج چی مفهومی داره؟ چرا اینجا گرسنه را ما سیر نکنیم؟ چرا اینجا فقیر ما برهنه را لباس ندیم؟ چی ضرورت است که قدر پول مصرف میکنیم؟ اما انشاءالله در جمعه های آینده قدم به قدم درسای عظیمی که از این عبادت بزرگ الله برای کسانی که اراده حج داره برشان حاصل میشه، معلوم میشه براتان که یقینا هر حکم الله متعال مشتمل به فلسفه های خیلی زیاد، اما وقتی ما درک نمی کنیم فایده مادی و ظاهری از او را، فکر می کنیم این امر لغو و ضایع است. عقل ناقص انسانی چقدر توانمندی داره که امو رازهای نهفته احکام الله متعال درک کرده بتانه. این بیچارگک از نفس خود آگاهی نداره که نفسش کدام قسم اهمیتی داره، نفسش از چی چیز جور شده، روح چی را میگه و چه قسم در بدن ما سرایت کرده. لیکن در مورد احکام الله متعال باز زیاد گویی میکنه. این قسم سوالا را در پیش بعضی مردم مطرح میکنه، در قلب مردم یک نوع شکوکات میندازه. این در حقیقت دعوت به سوی الحاد است، به سوی دین نیست. الله متعال فقیر وظیفهش، فقیر حسیش در مال تو مقرر کرده. بر علاوه زکات که فریضه چهارم است، قبل از حج امی فریضه سری تو است. اگر تو مسلمان تنها فریضه زکات انجام بدی نخواد فقیر باقی بمانه، ما ضمانت میکنیم که اگر تو دهای مسلمان فریضه بزرگ الله را که زکات است با وجه احسنش بپردازن، در جهان اسلام کسی فقیر دیگه دیده نمیشه. افسوس است که از این فریضه ها کسی آگاهی درست نداره، نمیپردازن.